سلام. 22مین قصه سبوی کاشی، قصه ای از خودم با نام آونگ از مجموعه مشخص. آونگ، ستایش و سوگ دوم شخص. پرنده ها در بیرون نمیخوانند و تو آنجا ایستاده ای و او روبروی تو. شاعرانگی هرچه هست از شماست، وگرنه آن بیرون که خبری نیست جز عده‌ای که دور هم جمع شدند و مهمانی بازگشت از سفر کسی برقرار است. تو از این سو به آن سو می روی و بر می گردی در همان فضای کوچک و او با چشمانش تو را دنبال می کند، تکیه داده و دستهاش بر زانو. خسته‌اش نکن، حوصله‌اش را سر نبر. نه، اینها را بعدها در روابطت بهشان فکر خواهی کرد. اکنون فقط و فقط و فقط آنچه در سرت می‌گذرد عشق اوست و این حرف زدن بی‌امان و از این سو به آن سو رفتنت بازنمود این احساسات شدید و عمیق است. ساعت چند است آن بیرون؟ بعد از ظهر است. نهار خورده اید. چقدر دوستش داری؟ بعد از آن است که عشقتان را برای هم آشکار کرده اید، نه؟ بعد از آن است. من عاشقم. عاشق کی؟ خب معلومه تو. چقدر زندگی زیباست و روزها روشن. خاطرات ذهن رویا پرداز تو هم البته میدانند چگونه به خاطر بیایند. موافق نیستی؟ نه، فکر میکنی همه چیز واقعا همانقدر زیبا بوده که یادت میآید. شاید هم بوده. این احساسات عمیق باید از جایی بیایند دیگر، مگر نه؟ با خود فکر میکنی که نه، مجبورشان میکنی از جایی بیایند، وگرنه همه اینها را باز هم حس کرده ای. اما نه، با این حرفت هم موافق نیستی، چون یادت میآید که هر بار این احساسات جانمایه ویژه خود را داشتند. چشمش را یادت هست که تو را دنبال میکردند که در ارزان فضای کوچک از این سو به آن سو میرفتی؟ یک بار دیگر بنویسی از این سو به آن سو دیگر زیادی میشود، نمیشود؟ آخر همش در ذهنت همین تصویر است که از این سو به آن سو میرفتی و او با چشمانش، با چشمان درشتش، با چشمان زیبایش تو را دنبال میکرد. بعدش چه شد؟ نه، منظورم همان بعد از ظهر نیست که آمد و صدایش کرد و او رفت. منظورم بعدتر است که همه‌شان خواستند تو او را نبینی. سخت بود نه؟ چند سال اینطور گذشت. یک بار دیدیش در همان خانه بین چندین شما و ایشان. اما مهم نیست. برای تو، در چشم تو، تنها اوست که اوست. تازه کاری، اشکال ندارد. در آن خانه و در آن دیدار عمومی او سرش را بالا آورد و نگاهت کرد. داشت پرتقال پوست می کرد. پوست پرتقال نارنجی خورشید بود. اینها را ذهنت برایت نساخته است؟ مطمئنی؟ چشمایتان ثانیه‌ای در هم گره خوردند. این را دیگر ذهنت نساخته است. چرا نفهمیدی همانجا؟ هما بازیگوشی نکن. بگو چرا نفهمیدی؟ چرا نفهمیدی؟ بازیگوشی نکن. علامت سوال بگذار. من در ذهن تو نیستم. اگر بودم همان خاطرات را هم نمی داشتی. میگویی که میفهمیدی؟ شاید هم فهمیدی، ولی بعدتر یادت رفت. مگر میشد همه آن حرفها برای او تمام شده باشند؟ مگر برای تو تمام شده بودند؟ بعد چه شد؟ نشد. برو پاراگراف بعدی حالا. به تو میگویند آدم نگرفتنها. اشتباه میکنند. به خودت نگیر. باز هم نگیر. سرت را بالا نگهدار و جلو برو و نگیر. همه عالم هم بخواهد که بفهمی چیزی را، باز یک جای دیگر را نگاه کن و فکر کن پر از نشانه است و نشانه ها را بخوان و تفسیر کن و تعبیل کن و باز هم نگیر که چه خبر است. این به نفع توست. دردت محدود می شود. دیگر درد نمی کشی آنطور که آن روز بارانی کشیدی. بارانی نبود البته. کمی باران می آمد. موقع خروج باران می آمد. وقتی که می خواستی وارد آن خانه شوی فقط ابری بود. بفرمایید. گفتی نمی خواهی مزاحم شوی چون او آنجاست. دیوانه. با همه وجودت می خواستی مزاحم شوی چون او آنجا بود. است و بود و خواهد بود. بود و نیست و نخواهد بود. بیست یک گوشه و برایم بگو. هی از این سو به آن سو نرو. نه، برو. با چشمانش تو را دنبال میکرد که یادت هست. تو را دنبال میکرد. تو را. او با چشمانش تو را دنبال میکرد، نه آن یکی را.
نه، الان خیلی زود است از آن یکی گفتن. شاید هم اصلا نباید بگویی، شاید هم اصلا نگویی، شاید اصلا دلت نخواهد از آن یکی بگویی. من ولی از آن یکی نگفتم، خودت گفتی. من فقط وقتی از آن یکی گفتی قهقه زدم و دستانم را به هم کوبیدم که مچت را گرفتم که حسادت میکنی. خنده‌دار است دیگر نیست؟ میخواستی از آن یکی نگویی؟ همین چند خط را بخوان و ببین که همه‌اش از آن یکی گفته ای. نه، از خودت گفته ای. از آن لحظه، چه بود اسم تخصصی آن لحظه ها؟ انقلاب احساس و خیالت. خیالت چه؟ روبرویت نشسته بود. اگر نادیده میگرفتی دیگران را و با او صحبت میکردی فقط میخواستند چه کنند؟ او به تو گفته بود که اصلا به تو فکر نمی کند. اما باران می آمد وقتی داشتی از آن خانه خارج می شدی و فکر می کردی که چه خوب که او را دیده ای و به این فکر می کردی که تا دم در آمده است برای دیدنت. گیج هم بودی، اما برایت قطعی بود که تو یک قهرمان اعتصاب غذا خواهی بود اگر سر خم نکند چرخ فلک. نشد. اما همه شرایط دست به دست هم داده بودند که نشود. ولی تو چرا باور کردی وقتی گفت اصلا یادش نیست و برایش مهم نیست و وانمود کرد که همه‌اش بازی بوده است؟ باور کردی؟ راحت‌تر بود که باور کنی شاید. ولی نه، تو آدم راحت‌تر را خواستن نبودی، آن موقع نبودی، برای دوست داشتنش نبودی. این همه تأکید ندارد نبودی دیگر، افتخار که نیست. خیلی ها سخت‌تر را انتخاب می‌کنند چون چیزی یا کسی برایشان عزیز است. تو هم یکیشان. باران از کی برایت عزیز شد؟ بعد از او، بعد از آن که رفته بود، بعد از آن که رها شده بود همه چیز. رها شده بودی تو هم در سوگواری نادیدنیت. باران که می آمد می رفتی در حیات و برای اوی جدید کلیشه می کردی خودت را در ذهنت. آدم نگرفتنها بودی دیگر، یادت که هست. حالا به من میگویی که مگر دست خودت بوده تمام این زندگی که تو را هی به این سو و آن سو برده و تنها یک این سو و آن سویش را هی تکرار میکنی در ذهنت که شاید برگردد و اما زمان بر نمیگردد و بقیهش انگار که فقط وقت پر کردن بوده است. و چرا تمام نمیکنی این توجیهایت را تا بتوانیم بقیهش را به یاد بیاوریم و برگردانیم و دوباره تجربه کنیم؟ نه، تجربه کنی که بعد از باران چه شد، که برایت البته مهم نیست باران، چون فکر میکنی بعد از او و بعد از رها شدن همه چیز بوده است که باران برایت مهم شده است و عزیز شده است و انگار یادت نمیآید که همین الان از باران صحبت کردی که میباریده وقتی از آن خانه آمدی بیرون و چتر را هم نپذیرفته بودی از یکی از ایشانها که آمده بود تا دم در که بفرماییدش را با خداحافظی با تو کامل کند که چند روز بعدتر مکالمتان را قطع کند و او را برای همیشه از تو بگیرد تا بعد برود و بگوید به آن یکی که او را دوست دارد، که میخواهد با او باشد و میخواهد که او برای اوی تو او باشد و این ویرگول را گذاشتی که بین او و او فاصله بگذاری که فقط همین ازت برمیآید. و چرا بس نمی‌کنی که سرم پر شد از حرفایت و تا اینجا که همش جملات کوتاه بود و این همه نداشت؟ و چرا میخواهی خودت را بیشتر وارد این پیوستگوییت کنی که مگر نیستی؟ و وای که هر بار سعی میکنی ببینی که ساعت چند است، ساعت خواب رفته است و حاضر نیستی بشنوی که کسی ازت بخواهد دست برداری از بازیگوشی و بازی کلامی که همین است تنها که برایت مانده است بعد از آن روز و باران. پرنده ها که در بیرون نمیخوانند گوش ایستادند. این را هم من باید به تو بگویم. هیچ چیز شاعرانه‌ای در دنیا نیست وقتی پرنده ها گوش می ایستند. هیچ چیز شاعرانه‌ای در دنیا نیست وقتی او باید نباشد تا شاعر باشی. شاعر شده بودی اما همان روز نخست که دیدیش. چه روزی بود؟ یک روز دیگر در همان خانه. این بار آدم‌ها آمده بودند که جشن بگیرند داستان دو داستان سرای دیگر را که یکیشان نقاشی می‌کشید و برایت از روی کتاب‌هایت نقاشی کشید یک روز، و دیگری سیگار می‌کشید و بوی سیگارش برایت برجسته شد بعد از آن زمان که او همه جا را می‌شست و تو نمی‌فهمیدی یعنی چه، و بعد فهمیدی وقتی که خودت همه‌اش خواستی داخل سرت را هرچه هست بریزی بیرون و فراموش کنی و رد شوی و عینکت را بزنی و لبخندت را بزنی و سیگارت را بکشی. سیگار چرا دیگر نمی‌کشی؟ به به، افتخار می‌خواهی بکنی. برای همین را گفتی که بنویسم. می‌خواهی بگویی از اون یکی بهتری حتما، ولی تو که نمی‌دانی آن یکی سیگار می‌کشد یا نه، و تو دوست نداری از آن یکی صحبت کنی. دوست نداری فکر کنی زمانی که او دستش را حلقه کرده دور کمر آن یکی
همان حسی را دارد که آن شب داشت که دستها را حلقه کرده در کمر هم قدم می‌زدید کنار آن استخر بزرگ، همان جایی که بعدتر برای جشنی دیگر بدون او رفتی و همان شب دندانت افتاد و انداختیش وسط آن استخر و به او فکر کردی که کنار همان استخر دستها را حلقه کرده در کمر هم قدم می‌زدید آن شب دیگر. همان شبی که برایت میوه پوست کند چون دید خودت بلد نیستی، بلد نبودی خیلی چیزها را، چون همه‌اش فقط می‌خواستی بلد باشی که او را دوست داشته باشی. کلیشه‌ای ترین کلیشه بودی و شاید حتی کلیشه ساز، آنقدر که به تکرار در هر لحظه دوستش داشتی. آدم‌ها یادشان می‌رود که چطور می‌شده زمانی با هم حرف می‌زدند و اما حرف نمی‌زدند و کلمات معنایی نداشتند و تنها موسیقی زمینه بودند برای آن لحظه‌ای که در لایه‌ای دیگر داشتند هم را می‌خواستند. عاشق بودن، دوست داشتن، علاقه، هیچ یک مانند خواستن نمی‌رسانند آنچه در آن لحظه جادو رخ می‌دهد را. البته که امروز تو دیگر متخصصی شده‌ای برای خودت و زشت است بگویی جادو، بگو نامنطق. آن وقت دیگر باران می‌شود سقوط قطرات آب به خواست نیروی گرانش و دیگر همان بارانی نخواهد بود که بر سرت می‌بارید از آن خانه که خارج می‌شدی. آن خانه‌ای که عصرها می‌رفتی و می‌چرخیدی در همسایگی‌اش و گاهی نامه‌ای، نوشته‌ای، دستخطی می‌گذاشتی پشت درش. چقدر ساده بودی. معلوم است که همه می‌خواندند و او نمی‌خواند. زمان اما اگر برمیگشت و اگر همان جادوی بی‌تغلا در زندگیت می‌بود و اگر او می‌بود، آن وقت دیگر شاعر نمی‌خواست باشی، چون اشتباه گفتی که روز اول که او را دیدی شاعر شدی. او و تو خودتان شعر بودید. از این سو به آن سو می‌روی و او با چشمانش، چشمان درشت زیبایش، سیاه بودند یا قهوه‌ای تیره، تو را دنبال می‌کند. از آن فضای کوچک در آن خانه چسبک‌ها بیرون می‌آیید و به آن اتاق در آن خانه روز باران هنگام خروج می‌روید که پرده‌ای در میانه جدایش کرده است. می‌نشینید و او سرش را بر شانه‌ات می‌گذارد و بر می‌دارد و می‌گذارد و بر می‌دارد و وانمود می‌کند که خوابش گرفته است و تو آرزو می‌کنی که سرش را بر شانه‌ات بگذارد و بر ندارد و آرزو می‌کنی که جادوی ارتباط، نامنطق آن لحظه رهایی از خود، آن لحظه نیستی سکرآور ارتباط، هرچه اسم همان چیزی است که نیست در این صفحات، نگذارد هیچ وقت او برود، که تو او را می‌خواستی و تو ای زبرمرد میدان خالصانه ترین کلیشه ها پایین همه نامه‌هایت را برایش امضا می‌کردی، عین، الف، شین، قاف. چه باران می‌آمد، چه نه.